تشکیلات جمعیتی حفظ یادگیری تاریخ و فرهنگ همین سال 60 ساله شد. خاطر یک تشکیلاتی هست که جمعیتی است، در اساسهای جمعیتی تشکیل شده است و وظیفه‌اش این همین با تنظیم در آوردن، با نظام در آوردن، این همین با ترتیب در آوردن گورستان ها و همین جایهای تاریخی و همین چیزها است که یک وارث جمعیتی. در اونجا همگی 3 نفر کار میکنه. یکیش مراد یوروف، سابق کاتبی دیوم گردکام شهر نارک که 20 سال کاتب دیوم گردکام بود، همین نارک ساخته بود، ساختمان نارک بود. شخصی دیومی که کار میکند خدای گلبهار، همون چیزایی در کامپیوتر چاپ میکند همون. و شخص دیومی که کار میکند من محرر مسئول همین مجله میراث نیاگان که همین نشریه‌ای همین وی است. تشکیل جمعیتی یادگیری تاریخ فرهنگ جمهوری، نشریه‌ای وی مجله علمی عمومی فرهنگی جمعیتی، هم از علم و هم فرهنگ و جمعیت و همه چیز هست در اینجا. و معاشایی که مثلا رئیس جمعیت میگیره 700 تومان، معاشی که خالق گلبهار میگیره 600 تومان، معاشی که من میگیرم نیم شتر از سوی اکادمی 460. این همین کارا در هم تشکیلات میکنن، خاک همراه میشن همیشه، ولی کارای زیادی میکنن این تشکیلات. این تشکیلات ازش اصلا دانشجوها، معلم ها، دهقان ها، کارگرها همینا، یا اگر ازش شده باشن در یک سال 3 سوم از حقی میسپارن. اما بلیتی وای میگیرن هر سال بعد 3 سوم حقی از حقی میسپارن. اینقدر از اما حساب همین مجله نشر میشه و این مجله به پول تقسیم کرده میشه، رایگان وای کرده میشه. سالهای پیش ما شما در دست دادم تیراژ 4,500 چاپ میشه. از بس که موافق قانونهای نو دیگر مکتب بچه‌ها که هم 50 درهم وای میگرفتن بیاره دیگه جلب کردن ممکن نیست، اجازه نمیده وزارت مالی میگه خیلی قانون از ما طلبه مجبور کردن نمیتونه. خیلی معلم ها اعضا باشن از ما اعضا خیخچه نمیسپرن. برای همین تیراژ 2 سال شد که ما از 500 دانه زیاد وای کردن نمیتونه. همین هم با حکومت ها، با دستگاه های اجرایی حکومت های ناحیه ها و با کتابخانه ها خیلی مجانا با خودی این تشکیل میکنه و بودن میرسن. ما 60 سالگی این تشکیلات با تشبث و دستگیری پرزیدنت اکادمی علم‌های تاجیکستان خوشبخت‌زاده قابلی‌جان در تالار اکادمی علم‌های تاجیکستان امسال گذراندیم. هر سال ما جمع آمد سالانه را در تالار وزارت فرهنگ می‌گذراندیم، برای اینکه هم مؤسسه‌های ما وزارت فرهنگ و اکادمی علم‌ها هستند و کتابخانه ملی بودن، همین بودن. و امسال خودی پرزیدنت اکادمی علم‌ها تشکیل شده که همینا که از بس که 60 سالگی است، مجلس جوابای نیو، جنبسته نیو، کنفرانس علمی گذرانیم و در همین شکل گذرانده شد. روزی 7 نوامبر تالار بسیار سرادان بود، زیاده از 100 نفر هم چقدر جا به همه جاها پر بودن. و پیش از همه خودی پرزیدنت اکادمی علم‌ها قابلی‌جان خوشبخت‌زاده یک معرضه علمی بسیار خوب کردن. بعدا رئیس جمعیت خیلی معروضه کرده خیلی دیگر رفیق برنده این همون کنفرانس علمی اکادمیک کرامت الله علم بودن. خود در تالار اکادمیکو در چی هم بودن و هم در میبر اکادمیکو شده بودن. خلاصه یک جمعیت بسیار خوبی گذشت. و یک قسمی آخرانش ده همین هوسمندگردانی فعالانی همین جمعیت بود که با سپاس از بس که تشکیل جمعیتی امکانیت مالی ندارد، همون از نگاه معنوی با سپاسنامه قدردانی کردن همین چیزا بود. و از جمله مراد یوروف وای کرد در آنجا گفت زد که همین در حقیقت درباره روزنامه از روزنامه‌های دولتی و حکومتی می‌ندار هستم، از تلویزیونی و حکومتی می‌ندار هستم که دستگیری می‌کنم، ولی که اون کاری که همین روزنامه مردمی SSR می‌کند، من گمان میکنم که همینا آدمو یاد بگیرم. خیلی بعضی‌ها با نفوری، بعضی‌ها چمک زدن. وای کردن که ما همین از جمله با سرمایه‌داری همین وای روزنامه سپاسنامه نوشتیم، برای که ما چندی باشه در مورد اینفورماسیون و خبرها چاپ میکنن و همین چیز پیشنهاد ما قبول میکنن و حتی ما خود ما خبر نداریم، میبینیم که یک چیز چاپ شده است. برای همین هم خیلی یک ما خبر میکنن که همین شما باشه با این روزنامه چی مجله نو و با یک سپاسنامه
سپاسنامه محترم دوستی سیف‌الدین اسم میزرو با مناسبت 60 سالگی تأسیس یابی تشکیلات جمعیتی حفظ یادگاری‌های تاریخ و فرهنگ جمهوری تاجیکستان و مساعدت در تطبیق سیاست فرهنگی پیشروی ملت همچنین سهم ارزنده بهر تبلیغ و تحکیم ارزش‌های ملی آموزش و نگهداری میراث نیاگان سرفراز گردانده می شود. رئیس فخری تشکیلات اکادمیک کرامت‌الله علیموف، رئیس اجرایی تشکیلات مراد دیار. مبارک باشد. همتون مبارک باشد. من بسیار یک تمنا دارم که همین روزنامه بازم مرتبهش بلندتر شود، شهرت و آوازش بلندتر شود. همین اسیسر باشد. ما استاد واقعا هم از این لطفی که نسبت به ما کردید بسیار شاد هستیم. ما با مجله که شما میبرید سالهای طولانی آشناییم رو شما بیشتر از همه میدونید. ما میخونیم میبینیم و اون عزم و جزم و تلاش هایی که در این راه این جمعیت پیش میبرد و خاطر ملت را ارواح گذشته های ما را شاد میگرداند. یکی از نمونه های عالی ترینی فرهنگ پروردگی کلیه کارمندان شما هستند. ما بسیار شاد هستیم. ما همیشه طوری که شما تاکید کردید محترم مراد یاروف هم در کنفرانس تاکید کرده‌اند، ما همیشه این گونه اقدام های سازنده میراثبران ملت تاجیک را همیشه پاس می‌داریم. ما همیشه در پهلوی شما هستیم، در بر شما هستیم، با شما هستیم و ما میتوانیم. زنده باشید. خیلی یک چیز دیگه تاکید نکردم امکان ندارد. همین سیاست فرهنگ پرورانه پیشروی ملت جناب عالی ملی رحمان را برای که با تشبث امکان شما میدونید که یک سال قبل یک کمیته مخصوصی به حفظ میراث نیاگان در حکومت تأسیس داده شد که و یک نهاد دولتی است. اگر در این روند همین تشکیلات جمعیتی یادگاری تاریخ فرهنگ که تا حاضر هم خیلی نهاد نبود، زیاده از 120 یادگاری تاریخی جمهوری را به رسمیت درآورده واسطه حکومت ها برای سرتیفیکات گرفته و یعنی پاسپورت شناسنامه کردگی بود و همین شناسنامه های همان حجت های هم پاکه 120 یعنی چی میگن پرونده 120 پاکه همین مراد یاروف یک دو ماه پیشتر برده به همین کمیته سپاریدن که شما دوام میتونید شما بیشتر و ما در این سمت هم تو کمک رسانیم. هر چی بگید ما یادم شدن گفته این کارم انجام داده شد. به همتون برای کار سلامت باشید. شما پیروزی های نو به هم و پیشروی تمام. سلامت باشید. شما سلامت باشید.